طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین ساحه جهت همه‌ساله زیاد نمودن میدان زمین‌های به گردش کشاورزی وارد شونده، اجرای برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سال‌های 2012-2020 را تامین می‌نماید. جهت اجرای این دستور از جانب کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار کارهای معین به سامان رسانیده می‌شود. در حجم 85000 متر کوبی با درازی 27 کیلومتر کانال‌ها از طرف مکانیزاتورهای اداره بهداشت زمین و مکانیزم‌های اداره بهداشت زمین تازه و تعمیر کرده شد. از آن جمله 27000 متر کوبی با درازی 9 کیلومتر زهبور زهکش‌ها تازه و تعمیر کرده شد. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر حصار در حجم 11638 گکتار زمین‌های کشاورزی شهر حصار با خواجگی کلان و اساسیاسیون استفاده برندگان آب، یعنی 17 تا خواجگی کلان کشاورزی و 6 تا اساسیاسیون استفاده برندگان آب همه ساله شهرنامه‌بندی و دادگیری آب را به امضا می‌رساند. موافق نقشه که همه کانال زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شده است و تنقیصی آب در شهر حصار وجود ندارد. موافق درخواست خواجگی‌ها در کجایی که مثال تنقیصی آب باشد مراجعت می‌نماییم. ما رفته سر وقت از طرف متخصصان دستگیری نموده با آب تامین می‌نماییم. از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولات زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شده، زمین‌های کشاورزی که حالت ملیاراتیوی غیر قیمتبخش داشتند به حالت قیمتبخش برگردانده شد. در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر حصار در موازنه اداره 9 تا پایگاه آبکشی فعالیت کننده قرار دارد. امروز پایگاه‌ها با پرگی کار و فعالیت کرده ایستادند. خواجگی‌های کشاورزی کلان را با آب تامین کرده ایستادند. ما کوشش کرده ایستادیم که سر وقت همه خواجگی‌های کشاورزی را با آب تا آخر موسم با سر بلند تامین نماییم. در شهر حصار با مقصد تامین بازار استعمالی، مسئولین سال تا سال مساحت زمین‌های کشت را افزون می‌گردانند و کوشش می‌کنند همیشه بازارهای محلی و شهر و ناحیه‌های نزدیک و پایتخت جمهوری را با محصولات تر و تازه تامین نمایند.